салом алейкум дӯстони гиромӣ. Навори имрӯзаи мо бахшида шудааст ба Google Drive. Аниқтараш чӣ гуна ба воситаи Google Drive мо метавонем презентатсияи худро дар он ҷойгир карда пас дар сайти худ ҷой диҳем. Инак пеш аз ҳама ба Google Диск мегузарем, яъне онро Google Диск ҳам мегӯянд, Google Drive ҳам мегӯянд. drive.google.com суроғаи расмии ин захира. این ذخیره نیست از یک قسمی جدا نشونده ذخیره گوگل است و از همین سبب برای داخل آن شدن ما باید در جیمیل پشت داشته باشیم. یعنی با واسطه پشت خود در جیمیل وارد گوگل درایو میشویم. با واسطه تکمچه راستی موشک بیاید یک پاپکه نو بسازیم تا اینکه پرزنتاسیون خود را در آن جایگیر کنیم. بار دیگر تکمچه راستی موشک را زیر کرده در منیو کشاده شده загрузить فایل انتخاب میکنیم و از رازنه کشاده شده ما آن فایل آن پرزنتاسی را که میخواهیم در گوگل درایو بیاریم آن را انتخاب میکنیم. شما که دیدید علاقه پرزنتاسی وارد شد به گوگل درایو و آن را بار دیگر با واسطه این تکمچه راستی موشک میکشیم. یعنی برای کشیدن گوگل سلایدز را انتخاب میکنیم. یعنی گوگل پرزنتاسی. این برنامه داخلی خود گوگل درایو است که برای کشیدن پرزنتاسی و برای ساختن عموما پرزنتاسی که از سلایدهای گوناگون عبارت است و ما خدمت میکند. چقدر که میبینید پرزنتاسی ما علاقه داخل شد و از پونکت فایل опубликовать в интернете را انتخاب میکنیم و در آنجا با بخش встроить گذشته ما میتوانیم اندازه سلاید یعنی размер سلاید گفتگی از آن را انتخاب کنیم. смена سلاید یعنی پس از چند ثانیه هر یک سلاید باید تغییر یابد نوبتیش کشاده شود آن را نیز انتخاب میکنیم و بیاید اندازه خود را نیز میتوانیم در اینجا انتخاب کنیم. یعنی بر و بلندی سلاید چند پیکسل باشد. با واسطه تکمچه پوبلیکاسیا ما امکان داریم که امبد کدی کشاده شده را گرفته آن را در داخل سامانه خود و داخل مقاله خود جای دهیم. از اینجا تنها دو پارامتر را میتوانیم تغییر دهیم. وید این بر است که آن را میتوانیم با 100% برابر کنیم و هیت بلندی بیاید آن را 500 میکنیم تا اینکه سلاید های ما برابری بر مقاله ما باشد. و خیلی که میبینید پرزنتاسی علاقه در سامانه ما جا داده شد. تشکر برای دقت. تا بازدید در مقاله آموزشی آینده.